سپاسگزاری و قدردان بودن یکی از اساسی ترین چیزهایی است که می توانید با آن زندگی را تغییر دهید. شکرگزاری باعث ایجاد موج انرژی می شود که هر آنچه نیکو هست را به زندگی ما سرازیر می کند. شکرگزاری معجزه‌ای است که انرژی را خالص و متعادل می سازد و باعث ارتباط بهتر و عالی‌تر با خود حقیقیمان و سرمنشأ هستی می شود. این شکرگزاری را مستقیما به خداوند نسبت دادم. به مدت 30 روز به این فایل صوتی شبها قبل از خواب گوش دهید و از تجربه فواید روحی، روانی و جسمی و برکاتی که به زندگیتان وارد می شود شگفت زده خواهید شد. بیایید شروع کنیم. خدایا شکرت که اکنون اینجا با من هستی. با هر نفس من می دانم که تو اینجا هستی. خدایا شکرت برای آرامش و عشقت. خدایا شکرت برای لطفت. خدایا شکرت برای راهنمایی هایت. از تو سپاسگزارم خالق مهربانم برای روشنایی و الهام بخشیدن. از تو سپاسگزارم برای خرد و حضور همه جانبه‌ات. من از فضای اطرافم بسیار آگاه شدم و من می توانم تو را مانند دستان نور در میدان انرژی خود احساس کنم که از هر قدم من محافظت و حمایت می کنی. من می توانم تو را مانند یک درخشش گرم در قلبم احساس کنم. من می توانم حضور پرمهرت را در درون و اطرافم احساس کنم. غرق شدن در نور تو شگفت انگیز است. مثل شنا کردن در دریای عشق بی قید و شرط. من احساس آرامش و لطافت می کنم. من تغذیه می شوم. من رشد می کنم. من شفا می یابم و من مورد عشق و محبت و هدایت خداوند هستم. من اینجا در پذیرش کامل برای تمام معجزه هایی که به سوی من میفرستی هستم. من باز و پذیرا برای تمام برکاتت هستم و برای همه آنها سپاسگزارم. من تحت حمایت خداوند هستم. خدایا سپاسگزارم که سرمنشأ آفرینش و وجود من هستی. من مورد عشق هستم و در عشق الهی نگه داشته می شوم. من در فراوانی زندگی می کنم. خدایا سپاسگزارم برای هر راه حلی که در ذهنم قرار می دهی و سختی ها را آسان می کنی. خدایا سپاسگزارم که اینجا با من هستی همیشه. خدایا سپاسگزارم که به من زندگی دادی. ممنونم که این معجزه را به من دادی. خدایا سپاسگزارم برای هر روز از زندگی خارق‌العاده‌ام. ممنون از این همه عشقی که در اطراف من هست. خدایا سپاسگزارم برای دوست داشتن من حتی در لحظاتی که خودم را دوست نداشتم. ممنون که به من مهربانی و شفقت را یاد دادی.
خدایا سپاسگزارم برای هر درس و هر نعمتی. من برای همه چیزهایی که دارم و به من داده شده بسیار سپاسگزارم. خدایا سپاسگزارم که به زندگی من آمدی و مرا با حضور خود غرق کردی. من احساس برکت می کنم. من آرام هستم. من در صلح هستم. خدایا سپاسگزارم که در من جاری شدی. با هر دم می توانم همه تو را حس کنم. خدایا ممنونم برای هوایی که نفس می کشم. ممنونم بابت غذایی که می خورم. برای تمام مواد مغذی، مواد معدنی و ویتامین هایی که به بدن من می دهی. خدایا سپاسگزارم برای اقیانوس ها و امواج، برای درختان و گیاهان، برای حیوانات و حشرات. خدایا شکرت برای هر چیزی که رشد می کند و برای هر چیزی که می وزد. خدایا شکرت برای بدن قوی و توانمندم. ممنونم از دستانم، صورتم و پاهایم. برای تک تک سلول های بدنم از تو سپاسگزارم. خدایا شکرت برای سلامتی و احساس خوب بودن. سپاسگزارم از قدرت و ثبات در ماهیچه ها و استخوان هایم. از هر لحظه‌ای که در آن احساس هماهنگی با تو دارم ممنونم. من قدردان هر لحظه آرامش درونی و صلح درونی هستم وقتی با عشق تو همسو می شوم. خدایا شکرت که به من پناه دادی. خدایا شکرت برای این خانه فوق‌العاده ام. ممنون که به من خانواده و دوستان خوب دادی. ممنونم برای ارتباطاتم. ممنونم برای تمامی لحظات خاصم با آنها. خدایا شکرت برای تمام فراوانی که در زندگی من جاری می کنی و فراوانی عشق و فراوانی فرصتها و فراوانی زمان، فراوانی پول، فراوانی شفا و فراوانی رشد و فراوانی شادی. خدایا شکرت برای فراوانی و همه اشکالی که به خود می‌گیرد. خدایا سپاسگزارم که ذهنم را با افکار رفاه بی‌پایان پر می‌کنی. خدایا سپاسگزارم که زندگیم را سرشار از ثروت می‌کنی. خدایا شکرت به خاطر محبت و لطف الهیت که حسابم را پر می‌کنی برای هر چیزی که نیاز دارم و حتی خیلی بیشتر. ایمان من به خداست. ایمان من ثروت من است. غنای حکمت الهی در درون من است. ممنون بابت رشد ذهنی، معنوی و مالیم. من ظرفی هستم که نور تو جاری می شود. من بابت کارم قدردانم. من بابت هر فرصتی قدردانم. خدایا شکرت که به افکار و احساساتم الهام دادی و ذهنم و قلبم را روشن ساختی. لطف الهی و عشق الهی در زندگی من جاری هست. خدایا شکرت برای آرامش در درونم. من بی نهایت ممنونم که می توانم هر چیزی را در زندگیم به تو بسپارم.
من می توانم رها کنم و به خداوند بسپارم. با هر بازدم همه چیز را رها می کنم که دیگر در بهترین و عالی‌ترین خیر من نیستند و به راحتی از من جدا می شوند. ممنونم بابت برداشتن هر باری که دیگر لازم نیست به دوش بکشم. سپاسگزارم برای هدیه تسلیم بودن. خدایا سپاسگزارم که به من کمک می‌کنی تا رها کنم. ممنونم که به من کمک می‌کنی تا احساس آرامش و راحتی کنم. خدایا سپاسگزارم که همه چیز را مرتب کردی. برای مدیریت هر موقعیت زندگیم از تو سپاسگزارم. من نیازی به دانستن چگونگی آن ندارم، زیرا به تو اعتماد دارم. من می‌دانم که تو چشمانداز بالاتری داری و همه کارها را برای کمک به من انجام می‌دهی. تنها کاری که باید انجام دهم این است که ذهنم را برای دریافت آن آماده کنم. خدایا سپاسگزارم که پاسخها را با من سهیم می‌شوی. خدایا سپاسگزارم که آنها را در زمان عالی نزد من می‌آوری. خدایا سپاسگزارم که کمکم می‌کنی تا به پاسخها توجه کنم. با خدا همه چیز ممکن است. خدایا شکرت برای کمک همیشگیت، برای اینکه منشأ همه نعمت‌های من هستی. من بسیار سپاسگزارم که هر روز مورد برکت قرار می‌گیرم، با زندگی پر از تجربه و فرصت‌ها. خدایا شکرت برای هر یادآوری که من لایق همه چیزهای خوب هستم. ممنونم که به من کمک می‌کنی تا بدانم که به اندازه کافی هستم. ممنونم که از رشد من حمایت می‌کنی. خدایا سپاسگزارم بابت عشق بی قید و شرطت. سپاسگزارم که راهنماییم می‌کنی و به من الهام می‌بخشی. خدایا سپاسگزارم که از زندگی من به عنوان یک ظرف برای بیان خود استفاده می‌کنی. سپاسگزارم ای خدای مهربانم برای عشقت نسبت به من. خدایا شکرت که اکنون اینجا با من هستی. با هر نفسی که میکشم میدانم که تو با من هستی. خدایا شکرت برای عشق و آرامشت. سپاسگزارم بابت لطف و مهربانیت. خدایا از تو سپاسگزارم که همیشه حامی من هستی. خدایا از تو سپاسگزارم و عشق من به تو تا بی نهایت هست. عاشقتم.